أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. برادران بزرگوار و ارزشمند، خواهران گرامی و محترم، در ادامه تفسیر و تشریح آیات سوره مبارکه احزاب هستیم. 20مین آیه آغاز شد. همونطوری که در جلسات گذشته عرض کردم، این آیات در رابطه با غزوه احزاب هست، جنگ احزاب، جنگی که همه احزاب مخالف مسلمین با همدیگه متحد شدند و یه جبهه بزرگ تشکیل دادند و مدینه طیبه را محاصره کردند. تا نزدیک به 1 ماه مدینه در محاصره بود، اما بالاخره امداد غیبی پروردگار سبب شد که سپاه دشمن، سپاه کفار، سپاه مشرکین و یهود و منافقین تارومار شد و شکست مفتضحانه‌ای خوردند. اما در پرتو آیاتی که در جلسات گذشته ترجمه شدند، عرض کردم که چند گروه بودند اینجا که خداوند هر گروهی را به صورت جداگانه یاد می‌فرماید. ابتدا کفاری که با هم متحد شده بودند، ذکر اونها به میان آمد و بعد از آن در آیات زیاد و متعددی ذکر منافقین که بنده در جلسه گذشته چندین صفت از صفات اهل نفاق را که از این آیات مفهوم میشه و معلوم میشه خدمت شما عرض کردم. یه آیه مونده که این آیه در رابطه با منافقین هست و بعد از این آیه که آیه 21 هست در رابطه با مؤمنین و صفات اهل ایمان که خداوند ما را جز اهل ایمان و مؤمنین مخلص بگرداند، در رابطه با صفات اونها میخوانیم. اما یه چیزی که در رابطه با منافقین باقی مانده و فرصت نشد
و وقت اجازه نداد در جلسه گذشته این آیه را ترجمه بکنیم. این آیه درباره جبن منافقین، بزدلی منافقین و ترسو بودن منافقین هست که منافق اینقدر ترسوه که با وجودی که سپاه دشمن شکست خورد، پا به فرار گذاشتند، تارمار شدند، رفتند، محاصره شکست، سنگرهایشون به جا ماند، اما اینها هنوز تو خونه هایشون به اصطلاح مردم مثل بید می لرزیدند و می ترسیدند و اصلا فکر نمی کردند که چنین شکست بخورند. قرآن تعریف می فرماید یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اینها می پنداشتن این احزاب نرفتند، هنوز فکر می کردن نرفتند، گمان داشتن نرفتند و چنان مرعوب بودند، چون منافق ایمان ندارد و فقط به ظاهر نگاه می کند، به قدرت ظاهری نگاه می کند. او از نظر ظاهر می امکان نداره این سپاه بزرگ، سپاهی که بین 10,000 تا 12,000 و بعضی 15,000 نفر گفتند و جمعیت مسلمانان 1500 1400 نفر بیشتر نبود، ممکن نبود این سپاه بزرگ شکست بخوره. به این خاطر وقتی که بهشون گفته شد که رفتن دشمن شکست خورد، باز هم باور نکردند. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، میپنداشتند که احزاب نرفتند و این به دلیل چیه؟ به دلیل جبنه، به دلیل بزدلیه. و در ادامه خداوند عزوجل بیشتر میشکافند بزدلی آنان را، چنان ترسوند که و این یأتی الاحزاب، اگر این احزاب باری دیگه بیاند، اینا چه آرزویی دارن، چه تمنایی دارن منافقین؟ خدا میفرماید تمنایشون، آرزویشون اینه که کاش تو مدینه نبودن اینها، کاش تو بادیه ها و روستاهای همجوار مدینه، دور در روستاهای دور دست اونجا بودند و از همون دورا دور خبر میگرفتند. و این یأتی الاحزاب، و اگر احزاب بیاند، یودوا لو انهم بادون فی الاعراب، این منافقین دوست دارن که اینها در اعرابی ها بادیه نشین باشند، در جنگل ها اقامه داشته باشند، در صحراها، یسألون عن انبائکم، از همون دورا دور از اخبار شما از دیگران بپرسن، چی شد، چه خبره، جنگ به کجا رسید، نتیجه چی شد. دوست دارن که اصلا خودشون اینجا حضور نداشتند، اینقدر ترسوند. اینو پروردگار میفرماید که عالم الغیب هست، از دلها با خبر هست. لذا الله میفرماید ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قلیلا، اگر بالفرض این منافقین در میان شما باشند، با دشمنان نمی جنگند مگر اندک. اندک منظور اینه که ادای جنگ در میارن، به ظاهر خودشون را جز شما قرار میدن که شما بگید جز شما هستند، اینها دل جنگ ندارند، اینها توان ندارند، اینها اون قدرتش را ندارند و جربزهش را ندارند. این وصف کسانی هست که در دل ایمان نیست، یقین نیست، باور به خدا نیست، کسانی که به اسباب ظاهری نگاه میکنند. لذا اونچه که در آیات گذشته بود در رابطه با این گروه هست، این گروه ترسو هست که خدا بر ما رحم بکند. متاسفانه امروزه مسلمانان چنان با مادیات گرفتارند و مشغولند که از دین و ایمان و خدا و آخرت غافلند و متاسفانه مادیات این تأثیر را دارند که انسان را ترسو به بار می آورند. انسان هی می ترسد که اگر این اتفاق بیفته این همه مال چی میشه، این همه ثروت کجا بره، این همه زحمت کشیدم. لذا این در صورتی میشه که ما دل ببندیم به
دنیا و متاع دنیا و مادیات و هیچ فکری و هیچ برنامه‌ای برای آخرت و موفقیت ابدی خودمون داشته نباشیم. خداوند به همه ما ایمان کامل، یقین کامل و فکر آخرت عنایت بفرماید. بعد از این که اوصاف منافقین تمام میشه، خداوند عزوجل در این یه آیه بعدی تشویق میفرماید همگان را که اگر واقعا میخواهید موفق بشید، اگر میخواهید به فوز و فلاح برسید، اگر به خدا ایمان دارید، به روز آخرت ایمان دارید، بهترین الگو برای شما ذات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است. این شخصیت والا، این انسان برجسته، این امام انبیا، این سیدی که خدای عزوجل سید اولاد آدم قرار داد، میفرماید شما از پیغمبر تبعیت بکنید. مسلمان باید افتخارش تبعیت از رسول الله باشد. قبل از این آیه بحث منافقین بود، بعد از این آیه بحث مؤمنین میاد، در وسط این آیه هست. ملاک ایمان و نفاق همین نکته که اهل ایمان از پیامبر پیروی میکنند، پیامبر را الگوی خودشون قرار میدهند، اما اهل نفاق نه، پیامبر را به عنوان الگو قبول ندارند. عزیزان، در چه چیزی ما پیامبر را باید الگوی خودمون قرار بدهیم؟ در تمام شؤون حیات، ایمان، اعتقاد، اعمال، اخلاق، روش، منش، ظاهر، باطن، سنت های آن حضرت، تعلیمات آن حضرت. بالاخره انسان مؤمن باید، هر انسان یه الگویی دارد. امروز در دنیایی که ما هستیم مردم برای خودشون الگوهایی دارن. خیلی ها سیاستمداران دنیا را برای خودشون الگو قرار میدهند. بسیاری هستند که بازیگران را برای خودشون، بسیاری هنرمندان را، بسیاری انسانها و شخصیتهای متفاوت و مختلف را. مسلمان در هر دوری، در هر زمانی باید حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را الگو قرار بدهد. این آیه همینو میفرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. همانا به درستی که بعضی ترجمه میکنن سوگند به خدا، چون که اینجا لام هم برای تأکید، قد هم برای تحقیق، معنای تأکید بر تأکید معنای سوگند میشه. سوگند به خدا، قسم به خدا که در ذات رسول الله، شخصیت رسول الله برای شما الگوی بسیار زیبایی هست. بهترین الگو برای شما رسول مکرم صلی الله علیه و سلم. اما برای چه کسانی؟ لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. رسول الله برای منافق الگو نیست، برای مشرک که ایمان ندارد الگو نیست، برای کافر که ایمان ندارد الگو نیست. الگو هست برای کسانی که این اوصاف را داشته باشند. یک، لمن کان یرجو الله، برای کسانی که اعتقاد به خدا دارند. اعتقاد به خدا دارند یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به توحید دارند، اعتقاد به یگانگی خدا دارند، خدا را در ذات و صفات و عبادت واحد میدانند. مثل مسیحیان نیستند که 3 تا خدا را پرستش میکنند، مثل مشرکان نیستند که چندین خدا دارند، مثل عرض کنم که بعضی نیستند که میگویند 2 تا خدا، یکی خیر یکی شر هست. اونهایی که فقط یک خدا را پرستش میکنند. 2 چیز خیلی مهم هست: یکی ایمان به توحید و مبدأ، یعنی به خدا که
خدای عزوجل خالق و مالک و رازق و گرداننده و مدیر و مدبر این عالم هست. دوم ایمان به معاد، به قیامت. لذا این لمن کان یرجو الله ایمان به مبدأ هست، والیوم الاخر ایمان به معاد است. کسی که به توحید خدا اعتقاد دارد، باور دارد، و کسی که به روز آخرت ایمان دارد. و ذکر الله کثیرا، و کسی که خدا را به کثرت یاد می کند. بسیاری میگویند که ذکر الله کثیر به معنی ذکره، چون انسان وقتی که هم بیاد خدا باشد و به خدا ایمان داشته باشد و هم بیاد آخرت باشد، به فکر آخرت باشد، او به کثرت خدا را یاد می کند. او در هر آن بیاد خداست، در هر لحظه ذکر می کند. اما بعضی میگن و ذکر الله کثیرا، اشاره به اعمال صالحه هست. یعنی کسی که به توحید ایمان دارد و الیوم الاخر به قیامت ایمان دارد و ذکر الله کثیرا، اعمال صالح انجام میده. نماز ذکر خداست، تلاوت قرآن ذکر خداست، روزه گرفتن ذکر خداست. همه در همه اینها انسان این کارها را برای خدا انجام میده، بیاد خدا انجام میده، به دلیل اطاعت از خدا انجام میده. زکات ذکر خداست، حج و جهاد ذکر خداست. پس این دسته از مفسرین اینجور تفسیر میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم الگو هست برای چه کسانی؟ برای کسانی که لمن کان یرجو الله، به مبدأ ایمان دارند، به توحید ایمان دارند، و الیوم الاخر به معاد ایمان دارند، و ذکر الله کثیرا، و اعمال صالحه را همیشه انجام میدن به یاد الله، چون که به خاطر الله انجام میدهند. پس رمز موفقیت اینه که ما حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را به عنوان الگو داشته باشیم. عزیزان، پیغمبر را چطور الگو قرار بدهیم؟ هدایات پیامبر، تعلیمات پیامبر، راهنمایی هایی که پیامبر فرمودند، اونها همه در احادیث هست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم چگونه حج انجام دادند، خذوا عنی مناسککم، چگونه نماز خواندند، صلوا کما رأیتمونی اصلی. آن حضرت صلی الله علیه و سلم با مردم چه رفتاری داشتند، در طاعت و بندگی چگونه خدا را عبادت می کردند، در میدان جهاد آن حضرت صلی الله علیه و سلم چقدر استقامت داشتند و چه قلبی داشتند، چه ایمانی، چه باوری، چه یقینی، چه دعایی، چه تضرعی. سبحان الله. در همین جریان احزاب آن حضرت صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه سنگرها را ترتیب دادند و جاها را تعیین کردند، خندقها را حفر کردند، تمام برنامه ریزی را کردند، اون وقت رفتند در یه محلی در خندق که امروزه مسجد الفتح اونجا ساخته شده، اونجا شروع به دعا کردند. تا 3 روز همش دعا و تضرع، داد و فریاد. سبحان الله، چه دعاهای زیبایی و چه دعاهای تأثیرگذاری منقول هست از آن حضرت. اللهم انا نشکو الیک ضعف قوتنا و قلت حیلتنا. دعای مفصلی هست. بار الها ما ضعف قدرت و قوت خودمون را در محضر تو عرضه میکنیم و شکایت میکنیم، ما ضعیف هستیم، ما تدبیر و برنامه ریزی کم بلدیم، خدایا تو خودت برای ما تدبیر بفرما. لذا آن حضرت روز دوشنبه مشغول دعا شدند، دوشنبه دعا کردند، 3 شنبه دعا کردند، 4 شنبه دعا کردند. بعد از عصر 4 شنبه خداوند مژده فتح داد. لذا اینها همه الگو هستند. ما پیغمبرگونه باید در میدان، هر میدانی باشد، میدان دین، میدان تبلیغ، میدان جهاد، میدان تعلیم،
میادین دیگر که برای نیازهای خودمون و نیازهای مسلمین حرکتی میکنیم، کاری میکنیم، قدمی برمیداریم، بیاین تو میدان فعالیت بکنیم، متوسل به اسباب بشیم، اما به فعالیت خودمون هیچ وقت اکتفا نکنیم، بلکه به نصرت پروردگار، به یاری و امداد ربمون اعتماد بکنیم، دعا کنیم، تضرع بکنیم. این هست الگوی زیبا. لذا الله عزوجل میفرماید و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم در همه شؤون زندگی، در معاملات الگو بودند. چه صداقتی، چه وفا به عهدی. حالا ما این مسئله را باید باز کنیم، کل سیرت آن حضرت صلی الله علیه و سلم باید جلوی ما بیاد. رسول الله به عنوان یک رهبر، به عنوان یک حاکم، به عنوان عرض به خدمت شما یک امیر، به عنوان یک پدر در خانه، به عنوان یک شوهر، به عنوان یک تاجر، از هر جهت نگاه بکنیم، آن حضرت صلی الله علیه وسلم رفتارش با مسلمانان چگونه بوده، چه مهربانه بوده که آن حضرت صلی الله علیه وسلم شبها دعا می کردند، اشک می ریختند، در آخرین لحظات دغدغه امت خودش را داشتند. آن حضرت در خانه با همسران چه رفتاری داشتند، چقدر مهربان بودند، چقدر بی تکلف، چقدر ساده نسبت به دختران که دختران اون زمان ارزشی نداشتند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم چه بهایی به زن دادند، چه بهایی به دختر دادند. هرگاه که می آمد فاطمه الزهرا رضی الله عنها، وقتی که خانه فاطمه الزهرا می آمد سرش را یا پیشانیش را می بوسید، یه احترام خاصی داشت و فرمود هر کسی که 2 تا دختر و 3 تا دختر خوب تربیت بکنه، اون زمان دختران را زنده به گور می کردن، خوب تربیت بکنند و اینها را به خانه بخت بفرستد، اینها روز قیامت برای شفاعت میکنن، به بهشت میره. و نسبت به همسر توصیه فرمودند. ببین یه زن چند مرحله زندگی داره، یا دختره، یا همسره، یا مادره. لذا در زمان تربیت تشویق فرمودند که بهترین برخورد را و بهترین اخلاق را و بهترین رفتار را با دخترانتون داشته باشید، به اونها احترام بذارید. و وقتی که این زن میشه به عنوان همسر در خانه شوهر است، فرمودن که خیارکم لنسائکم، بهترین شما اونهایی هستن که با زنهایتون خوب باشید، رفتار خوب داشته باشید. فرمودند که کامل ترین مؤمن اون مؤمنیه که اخلاقش خوب باشد. و در جای دیگه فرمودند در رابطه با زنها شما را توصیه به خیر میکنم، استوصوا بالنساء خیرا، نسبت به زنها از من وصیت خیر بپذیرید، با اونها رفتار خوب داشته باشید. و وقتی که این زن میره و بالاخره مادر میشه، فرمودن که بهشت زیر پای مادران است. یعنی در هر مرحله برای کرامت زن، برای جایگاه زن، آن حضرت صلی الله علیه و سلم تشویق فرمودن. این هست الگو، اخلاق حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. هیچ وقتی هیچ کسی را بد و بیراه نگفتند. در طول زندگی کسی نشنیده که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک بار سب و شتم بفرمایند، تند زبان باشند، بدخو باشند، بد اخلاق باشند. قرآن میفرماید ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمت من الله لنت لهم. به برکت رحمت پروردگار شما چنان نرم و خوش اخلاق و خوشخو هستید و اگر تندخو و بدرفتار بودید اینها متفرق می شدن. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم در هر زمینه بهترین بودند. لذا عزیزان، الله عزوجل در این آیه شریفه اینو می فرماید که اگر می خواهید شما، عرض کنم خدمت شما، که الگوی خوبی داشته باشید، این کسانی که امروزه مردم و
مسلمانان، جوانان مسلمان به عنوان الگو انتخاب میکنند، اینها الگوهای خوبی نیستند. اینا فوقش طرف بازیگریش خوبه، فوقش نمیدونم فلان در فلان صحنه خوب عمل میکنه، اما در بقیه مسائل خیلی مشکل دارند که ما خبر نداریم. خیلی ها عکس های اونها را به عنوان بالاخره یه اسطوره تو اتاقهایشون نصب میکنند. نه، بهترین الگو باید برای ما حضرت رسول صلی الله علیه و سلم باشد و ما با زندگی پیامبر، سیرت پیامبر، این ماه که آغاز شده ماه ربیع الاول هست، اتفاقا ماه ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است و ماه وفات آن حضرت هم همین ماه است بر اساس روایت های اهل سنت. لذا ببینیم که آن حضرت صلی الله علیه و سلم چگونه بودند، آن حضرت چگونه نماز می‌خواندند، چگونه دعا و تضرع می‌کردند، چه دلسوزی داشتند، چه همدردی، چه مواساتی. آن حضرت چنان حاکمی بودند که خودشون گرسنه می‌خوابیدند اما سعی می‌کردند رعیت سیر بخوابد. خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم در خانه چیزی نداشتند، وقتی که غنایم آمد تقسیم کردند بین صحابه، حتی خادم ها را تقسیم کردند، همه خانه ها دارای خادم شدند، اما ازواج مطهرات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم کارها را خودشون انجام میدادند، خادمی نبود. بقیه غذاهای بقیه خیلی متفاوت شد چون غنایم به دست آمد، وضعیت مالی خوب شد، اما پخت و پز خونه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم تغییری نکرد. در همین سوره احزاب آیه ما میخوانیم اونجا برسیم که آن حضرت برای خودشون اصلا فکر نکردند. لذا این پیامبر میتونه، این پیامبر رحمت، این پیامبر محبت، این پیامبر مهربانی ها، این میتونه برای ما مسلمانان بهترین الگو باشد. وقتی که نماز میخواندن در حالی که خداوند عزوجل فرموده قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، همه گناهان گذشته و آینده بخشیده شده، اما سبحان الله وقتی که نماز میخواند چنان نماز میخواند و چنان قیام را طولانی میکرد که پاهای مبارک ورم میکرد. ام المؤمنین عایشه گفت یا رسول الله شما که معصومید، مغفورید، خداوند بخشوده، شما چرا این همه زحمت به خودت میدی؟ گفت افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده سپاسگزار پروردگار نباشم؟ بنده شاکر نباشم؟ لذا عبادت آن حضرت، اخلاق آن حضرت، تجارت آن حضرت، معاشرت آن حضرت، رفتار و برخورد آن حضرت، درون خانه، بیرون خانه، با دوست، با دشمن، اینها باید برای ما الگو باشد. الگو برای کسانی که به خدا اعتقاد دارند، به معاد اعتقاد دارند و اعمال را انجام میدهند. علی ای حال فرصت نشد که بقیه آیات انشاءالله در جلسات بعد، که بعد از این خداوند در رابطه با شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم، پروانه های شمع نبوت، در رابطه با اونها بیان میفرماید. اونهایی که رسول الله اونها را تربیت کرد، اونهایی که در مکتب رسول الله اونها رشد کردند، اونهایی که شاگردان خاص آن حضرت بودند، در رابطه با اوصاف اونها میگه که اونها چه باوری داشتند، اونها چه ایمانی داشتند، اونها چه یقینی داشتند. بله، استاد وقتی که کامل باشد و استاد وقتی که ماهر باشد، شاگردان هم کاملی و شاگردانی که اون شاگردان بعداً الگو بیشند. سبحان الله، هر یکی از اصحاب رسول الله را میبینیم اونها هم الگو هستند، اونها هم واقعا نمونه بسیار زیبایی برای زندگی و همونطور که در روایت ها آمده ستاره های هدایتند، ستاره های راهنمای زندگی هستند. پس بیاییم ما مسیر خودمون را مشخص بکنیم. این مسیر مسیری هست
که قرآن کریم میفرماید موفقیت شما، کامیابی شما، سربلندی و عزت دنیا و آخرت شما در این مسیر هست، در مسیر رسول الله و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما انا علیه و اصحابی، اون مسیری و اون راه رسمی که من و یاران من در اون مسیر قرار داریم. الله عز و جل به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید و توفیق بده که ما واقعا پیروان راستینی، نه ادعایی، پیروان راستینی برای پیامبر عظیم الشان و شاگردان ایشان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.